طرز درست صلوات روی کردن، صلوات هم افضلش کدام صلواته که ما هر روزه صلوات فرستیم؟ از همه بهترین صلوات ابراهیمیه‌ای که در داخل نماز میخوانیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. و این چون دوامش اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این از همه بهترین صلوات ها است. بعد از آن میتونند دیگر نوعی صلوات ها مادامی که یگان لفظی نادرستش نباشد گوید، لیکن بهترینش همین. مثلا صلی الله علیه و سلم، این هم یکی از صیغه های کوتاهش، یا علیه الصلاة و السلام، این با کوتاه‌تر از این کوتاهش نمیشد. علیه السلام یا علیه السلام یا علیه الصلاة یکتش گفتن ممکن نه، چون که الله تعالی گفت که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، هم صلات گوید و هم سلام گوید، یعنی هم درود فرستانید و هم سلام فرستانید. بنابراین وقتی که صلی الله علیه و سلم میگوید هر دوش گفتید، علیه الصلاة و السلام گفتید، هر دوش گفتید. اینا صیغه های کوتاه. یا اللهم صل و سلم علی نبینا محمد، اللهم صل و سلم علی نبینا محمد، اینم صیغه های کوتاه است. همین چیزایی که نامبر کردم همین قدر اگر گوید بس است، همین های به تکرار گوید خوب است. اگر 10 بار کسی شبانه پیامبر صلی الله علیه و سلم به صلوات فرستاند، از جمله آنهایی که بسیار صلوات فرستانیده است از جمله ما داخل میشد، گفتن بعضی علما 10 بار اقلا گوید، یعنی چند 1 دقیقه وقت نمیگیرد. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد، اللهم صل و سلم علی نبینا محمد، اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. گویید اقلا 10 بار، 100 بار، 1000 بار، که کسی چقدر میتونه. زبانتون همیشه به ذکر الله تعالی تر باشه. این صلوات یک عبادتیه که الله تعالی به شما صلوات میگه. من صلی علیه صلاة واحدا صلی الله علیه بها 10. کسی که به من 1 مرتبه صلوات میفرسته، الله تعالی برای 10 مرتبه صلوات میفرسته.